رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در پسمانظر مناقشه مرزی روز 16 سپتامبر در شهر سمرقند ملاقات کردند. آنها راضی شدند که برای آتش بس و بیرون کشیدن نیروها از خط مرز سفارش می‌دهند. امام علی رحمان و صادر جباروف برای اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به سمرقند رفته بودند. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت واخوری امام علی رحمان و صادر جباروف پس از ظهر 16 سپتامبر برگزار شد. سامانه رسمی پرزیدنت قرقیزستان در اطلاعیه نوشت که امام علی رحمان و صادر جباروف وضعیت را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بررسی کردند. به نوشته منبع رهبران دو کشور به توافق رسیدند که برای آتش بس و بیرون کشیدن قوه‌ها به نهادهای دخلدار سفارش می‌دهند. بنا به خبری دفتر مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان، قمچبک تاشیوف و سیمومین یتیموف رهبران کمیته امنیت ملی دو کشور کمیسیون تشکیل کرده سبب‌های حادثه را تحقیق می‌کنند. در همین حال خدمات مطبوعاتی حکومت ولایت سوخت هم میگوید که برای نظارت رعایت آتش بس در منطقه های مرزی کمیسیون مشترک تشکیل دادند. پیش از این هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان در دیدبانگاه گمرکی رواد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان ملاقات کرده بودند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان صبح 16 سپتامبر شاهد باز یک مناقشه دیگر شد. هر دو کشور یکدیگر را سببگار جنجال می‌دانند. تاجیکستان درباره زخمیان و یا کشته شده ها آمار نداده است، ولی جانب قرقیزستان میگوید که در جریان درگیری زیاده از 40 نفر زخمی شدند.